سلام بچه‌ها، سال نوتون مبارک. اول از همه بگم ان شاءالله سال خوبی داشته باشین، سال پربرکتی داشته باشین و همتون رو به پیشرفت باشین. اسم من مرتضیه و تو صفحات مجازی و بین رفیقان بهم میگن شاهیان. و خیلی خوشبختم که اولین فیلم یوتیوبمو میخوام بذارم و امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. اولین فیلم یوتیوب من درباره یه چند تا نظریه نامحبوب یا فکت نامحبوب و ریاکشن در مورد این فکت ها در مورد سریال پایتخت 7 هستش که امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. شماره 1 خانم حقوقدان گفته چقدر این سریال پایتخت 7 افتضاح، نه فیلمنامه درستی، نه بازی و کارگردانی درستی، همش هم تبلیغ برنج و چای و طبیعت، یعنی کم شعور برای مخاطبشون قائل نشدن. تا اینجا نظریهشون 50% درست بوده. واقعا تا 10 دقیقه فیلم شروع نشده سریع دارن تبلیغ پیامبرانی پخش میکنن و اینا مخاطب رو دور میکنه از کلیپ آقای تنابنده. لطفا خواهش میکنم اگه این کلیپ دیدی این تبلیغات رو کمتر کن. درسته میلیاردی در میاری ولی قرار نیست به شعور مخاطب توهین کنی. مخاطب داره برای تو ارزش قائل میشه. ادامهش متاسفم برای این همه بودجه داده شده به صدا و سیما که همه رو به باد فنا داد. سری پیش تبلیغ ترکیه بود، الان تبلیغ تاجیکستان. به جای اینکه شما بیای مثلا تخت جمشید رو تبلیغ کنی یا مثلا جاهای دیدنی ایران رو تبلیغ کنی، الان میری مثلا ترکیه رو تبلیغ میکنی یا میری تاجیکستان رو تبلیغ میکنی. بابا ما باید کشور خودمون رو تبلیغ کنیم که توریستی اگر فلان سریال ما رو دید یا خارجی سریال ما رو دید خوشش بیاد کشور ما. خب بریم سراغ نظریه شماره 2. پایتخت 7 خیلی تخیلی است. تا اینجا هم اصلا خنده‌دار نه اصلا نگذاریم، واقعا خنده‌دار. تنها نکته جالبش برای من همون ترویج فرهنگ و فرزندخواندگی است. آره این هم نکته جالبی بود که بهش اشاره کرد دوست رفیقمون، اینکه همه اعضای خانواده اون بچه رو دوست دارن و بهش محبت میکنن و فرزندخوانده به اندازه بچه واقعی عزیز است. واقعا راست میگی، فرزندخوانده به اندازه بچه واقعی عزیز، حتی شاید بیشتر، چون اون بچه خانواده نداشته. یه موقع نباید احساس کمبود خانواده نداشتن کنه، یه بار نباید کمبود عقده داشته باشه، ولی تا یه حدی، از حدش هم نباید بیشتر بشه. اگر پسر به فرزندخوانده قبول کردین برادر شماست، پسر شماست. اگر دختر خواهر توه، برادر من، بهش احترام بذار و همینجوری هوای همدیگه رو داشته باشین، به خاطر یه سری کمبودا رو همدیگه حس نکنین. نظریه شماره 3 یا فکت شماره 3 رخساره. تا اینجا پایتخت 7 اونی که انتظار میرفت نه. آره این که واقعا راست میگه، تا اونجایی که انتظار میرفت واقعا نبود به سری قبل بم نبود بتره کنه، همه رو جمع کنه، بخند یا ذوق و شوق قسمت بعد داشته باشیم. تازه وسطش 8 دقیقه هم آگهی بازرگانی پخش میکنن. آقای پرم بازرگانی که میلیاردی خرجت میکنن، همونی که من گفتم شعور ارزش قائل نمیشن. 10 دقیقه هم فیلم شروع نشده دارن پیام بازرگانی پخش میکنن. با شعور و ارزش قائل شین. مثل همین یوتیوب 30 ثانیه سریع تبلیغ رد میکنه. اگر هم دوست نداشته باشه زودتر رد میکنی. خواستم بگم وقتی پخش میشی صداتو میبندی و میریم دهنت سری درست داره. میگه وقتی تبلیغ پخش میشه تو که میلیاردی خرج کردی، من صداتو میبندم میرم دستشویی. اصلا واسه مهم نیست سری تبلیغ میکنی یا فروشت میخواد بیشتر شه فلان بشه. خیلی باحال. تا اینجا نظریه رخساره خیلی عالی بود. نظریه شماره 4. فؤاد گفته بازخوردها رو که در مورد پایتخت 7 میبینی و میخونی به این نتیجه میرسی که ملت یا عقده‌ای هستن یا افسرده. واقعا راست میگه. یا عقده‌ای یه چیزی میگه تابو برش میذاره، مثلا میگه خنده‌دار نبودی فلان نبودی، یا هم افسرده است میخواد بخنده میگه که بامزه نبود فلان نبود. نه اینجوریه، انقدر افسرده است که اصلا حال خندیدن رو نداره. لامصب بابا نیشتو واکن، انقدر انرژی منفی نداشته باش، انرژیتو مثبت کن. با معدل 7 ادامهش گفته فؤاد با معدل 7 دیپلم گرفته. اون وقت در مورد بی‌محتوا بودن سریال نظر میده. واقعا اینا حالا مثلا میگه 50% راه درست، حتما اونی که مثلا دکترا گرفته نباید بیاد نظریه بده، چون منم دارم کلیپو میبینم، شما هم داری ویدیو رو میبینی، فلان هم داره سریال رو میبینه، حق داره نظر بده. ما نباید نظرات هم دیگه توهین کنیم و بگیم تو درس نخوندی، تو شعورشو نداری، تو فلانشو نداری. بابا به هم دیگه احترام بذاریم. نظر من نظر تو نیست، نظر تو نظر من نیست. تا من کفشمو تو پامو قاطی کردم کفشمو تو پایت نکنم. تا من پامو توی کفشت نکنم یا تو پاتو تو کفش من نکنی نمیفهمی کفش من پامو میزنه یا نه.
باید به هم دیگه احترام بذاریم. نظریه شماره 5: از کسایی که پایتخت 7 رو هیت میکنن متنفرم. دلم میخواد بکنمشون، پرتشون کنم تو کویر کفتارا با بچه انقدر خشن. داره آروم، یه ذره نرمال، یه ذره خونسردی خودت حس کن. خونه کسی بده انقدر تمیز نکن. یه ذره یواش بابا، اعصاب نداری یا. یکی هم پایینش گفته بنیام بدترین بخش پایتخت نقش ارسطو شده. انگار قنبر خجالت نکش رو بازی میکنه، نه ارسطو. واقعا راست میگه، انگار داره اینجا دنبال چیز بود. اگر قنبر خجالت نکش بود، اینجا ارسطو. انگار هیچ تفاوتی با هم واسه نی. اونجا دنبال یه زن بود، اینجا دنبال زن. بابا یه ذره تبلیغ، یه ذره جدید باشین، یه ذره نیو فیس باشین بابا. نظریه شماره 6: صدرا گفته فکت نامحبوب. پایتخت 7 خیلی فیلم نامه داغونی داره و ما فقط به خاطر کاریکاتوراش داریم ببینیم. واقعا این یه فکتی میتونه مثلا 50% درست باشه. ما واقعا این سریال پایتخت 7 از چند تا قسمتی که پخش شده تا الان به خاطر فیلم نامش ما نگاه نکردیم، فقط به خاطر این کاریکاتوراشه که دوست داریم. مثلا نقیه هما فلان داریم نگاه، رحمت ارسطو اینا نگاه میکنیم و پسندیده شده مثلا یه ذره میخندیم، وگرنه فیلم نامه جالبی نیست واقعا. نظریه شماره 7: علی گفته سریال بی محتوا، بدون داستان، تکیه بر موضوعات فضایی و غیر واقعی، شوخی‌های سخیف، تکراری و بیمزه، مسخره کردن ناتوانی‌های جسمی، استفاده از بچه خردسال برای بیان حرف‌های نامناسب. حقیقتا این سریال برازنده جمهوری اسلامی. نمیشه بگی واقعا بی محتوا داره سریال، واقعا اونقدر بد محتوا نیست، سریال خوبیه. شاید از نظر تو اینجوری نیست. داستان هم واقعا داره، تکی بر موضوعات فضایی که حالا واقعا رئیس غیر واقعیت داره و اینا. شوخی‌های سخیف داره، تکراری بی‌مزه رو تکراری بودنش اینا واقعا آره تکراری شده جدیدن. چون ما سریال‌های قبل دیدیم، از این سریال توقع بالاتری داریم، ولی چون نتونستن ساخته کنن همه نظرات منفی میدن. نظریه شماره 8: سامان گفته تو اینستاگرام تیکای پایتخت 7 رو میذارن و ویو میگیرن. راست میگه واقعا، تیکای پایتخت تو میذارن یه نصف تنزی میذارن و یا ویوی بگیرن. تو توییتر همه بهش فوش میدن تا دیده بشن. جدی نگیرید، تکنیک دیده شدن با ترن سواری است. راست میگه، تکنیک دیده شدن بعد رو ترنده اینجوری موج می‌گیری. تو اینستا برای ویو تیکای خنده‌دارش نمیدونم تیکه دارشو میذارن برای اینکه ویو بگیرن. مثلا 30 ثانیه 20 ثانیه درست کنم برای استوری فلان. و تو توییتر مثلا بهش فوش میدن اینا تا بازم ویو بگیرن، میگن تو چرا فکت نامحبوب فلان، تو چرا مثلا اینجوری. آره واقعا اینجوری. شماره 9: نیما پاینده گفته وقتی نه طرح داری نه ایده، وقتی نه متن داری نه لوکیشن، وقتی نه بازیگر داری نه حرف واسه گفتن، میشه سریال پایتخت 7. این واقعا فکت نامحبوبی بود. واقعا چرا اینجوری صحبت می‌کنی؟ وقتی نه طرح داری نه ایده. این دست خودش مثلا میاد تو کمپر یا مثلا این شب سنگ میخوره فلان اینا یه خودش یه ایده است. بعد متن داری، لوکیشنش اینا هم که همونجای قبلی بوده دیگه مثلا همیشه. وقتی بازیگرش هم که مثلا همیشه هم مستنبنده و هما اینا فقط سارونیکا عوض شدن و اینا. نه حرف واسه گفتن هم که همون دیالوگاشونه دیگه، دیالوگای مثلا دیالوگ ساده اما خنده داره. درست یه ذره تکراری شده و مثلا شما توقعت بالاست، قرار نمیشه مثلا انقدر بد بگی. شماره 10: تیما گفته سریال پایتخت با کیفیت بالای ساخت و محتوای خوبش فاصله‌اش با سریال‌های دیگه نشونده. واقعا تا اینجا خوبه، آره کیفیتش واقعا خوبه. محتواش هم حالا تا حدی بگیم نگی 50% خوب. مشکل از محتوا نیست، راست میگه، مشکل صدا سیما جای دیگه. مثلا تبلیغا، مثل اون سانسورایی که میکنن، مثل نمیدونم اون دیالوگایی که دوباره میان میگن، این فیلمو خراب میکنه دیگه. اون ریمیکس یا میکس اولیه‌ای که میکنن، خب اون با میکسی که میاد توی صدا سیما پخش میشه خودش داستانی فرق میکنه. انقدر سانسور میکنن که فیلم بی‌مزه و بی‌نمک میشه. تا میگن اینجا مشکل داره، نه مجوز نمیدید، نه فلانه. بابا یه ذره شما کنترل کنید خودتون، انقدر سانسور نکنید فیلم رو. شماره 11:
رضا گفته بعضی یه جوری دارن پایتخت رو نقد میکنن که آدم میمونه چی بگه بهش. البته هر کی میتونه هر نظری داره بده، این که من گفتم بحث نظر و تولید محتوا و فلانه، ولی حس نمیکنین زیادی دارین زندگی جدی میگیرین؟ راستی رو اینقدر زندگی جدی نگیرین، یه ذره تبلیغ، یه ذره انرژی مثبت، یه ذره ریاکشن های مثبت برین، یه ذره به دور و بریاتون فکر کنین، انرژی منفیتون از خودتون دور کنن. ولی حس نمی‌کنین زیادی زندگی جدی میگیرین. یه فیلم طنز دیگه اگه دوست دارین ببینین لذت ببرین. من که عاشق پایتختم، خیلی باحال. بازم میگم امیدوارم هر سال بسازن. این بنده خدا آقا رضا گفته آقا امیدوارم هر سال بسازن. من زندگی زیاد جدی نمیگیرم. آقا یه فیلم طنز دیگه، انقدر نمیخواد گندش کنین یا نمیدونم بگین نمیدونم مال پارسال خوب بود، مال پیار سال خوب بود، مال پس اون سال خوب بود. بابا همش فیلم طنز دیگه. تو میبینی میخنده خوشت میاد، یکی میبینه نمیخنده خوشش نمیاد. انقدر سخت نگیرین زندگی و بابا میگذره. شماره 12 زهرا گفته پایتخت 7 چرا اینجوریه؟ نه هما اون هماست، نه سارا و نیکا اون سارا و نیکاست، نه نقی اون نقیه، حتی طنزش هم همون طنز همیشگی نیست. لوس بی نمک دوست نداشتنی. 10 دقیقه سریال شروع نشده رفت پیام بازرگانی، کل فیلم نیم ساعت نشون ندادن این بچه چقدر رشد خوب داشته. دیگه چقدر توصیش کرده. هم حرف منه دیگه، میگه نه چیز بازیگرا مثل بازیگرای سری قبلن، نه فلان اون سارونیکا اون سارونیکاست، نه نقی اون نقیه، نه هما اون هماست، همشون با هم فرق کردن. اصلا یه سریالی ساختن حالت تکراری داره ولی تکراری نیست. خودم نفهمیدم چی گفتم. نه تکراری نه تکراری نیست. چی میگی؟ مرتضی چی میگی؟ شایان چی میگی؟ این مثلا گفتم من 10 دقیقه سریال شروع نشده تا تمام زهرا هم گفته. شماره 13 و آخریش جودی عبود گفته پایتخت 7 همچنان طنز خوبی داره. فکت نامحبوبی بود که میتونست برای آخری. فکت ما مناسب. امیدوارم خوشتون بیاد و منو سابسکرایب کنید و لایک کنید. امیدوارم با کلیپ های بیشتر نظر شما رو جلب کنم و شما هم مثل هوادارهای من شین و منو نگاه کنید. با لایک کردنتون بهم انرژی میدین. فعلا تا ویدیو بعدی.